ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори чорумро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. در سالهای در حولی همراه خان در دهه محله بالا زیستن و مهنت کردن، حولی و روی دریچه حولی در ساکتری بوده سید عمر خان از کار می برایند. خودش هم تدریجاً پیر می شود و مانندی پیشتره از عهده هم در حولی دهه ساکتری و هم در دهه محله بالا کار و مهنت کردن برآمده نمی تواند. علاوه بر این، چی پسری خردی سید عمر خواجه، چی همشیرگانی از شوهر ماندهش، چی همشیر زادگانش و چی زنش، متاسفانه عینی نامی هیچ کدام آنها را نآورده است، نیز از عهده کار در حولی و در روی دریچه حولی در ساکتری بودش برآمده نمی توانند. بنابراین سید عمر خواجه پسری کلانش سید مراد خواجه را که در بخارا در مدرسه تحصیل می کرد از تحصیل برمی گرداند و حولی و روی دریچه حولی ساکتریگیش را به تمام به اختیار او می سپارد. عینی در مختصری ترجمه حال خودم در این خصوص چنین نوشته بود: پدرم خط سواد داشته در وقتهای جوانیش چند سال در مدرسه های بخارا استقامت کرده بوده است، اما بعد از آن که پدرش سید عمر خواجه او را خانه‌دار کرده است، او مجبور شده است که مدرسه را تمام نکرده به صحرا برآید. صدرالدین عینی کلیات جلد 1 صفحه 9. عینی حقیقت این مسئله را باز از روی یکی از نقل‌های پدرش سید مراد خواجه باری دیگر در یادداشت‌هایش به طور ذیل بیان کرده است. عاقبت تنهایی و مسافرتی دور و دراز به دل بابایم سید عمر خواجه زده، از آخری طرف غربی دهه محله بالا زمینی را به دست درآورده برای خود حولی روی دریچناکی بنا کرده است و در روی دریچه نهالهای درختی زردالو شنانده است که آب را کم طلب می کنند و بعد از تمام شدن بناکاری اهل خانواده خود را تماما از ساکتری کوچانده به اینجا آورده است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه های 13 و 14. از دلیل های در فوق آورده عینی معلوم می گردد که سید عمر خواجه پس از تماما از ساکتری به دهه محله بالا کوچیدنش و آنجا را استقامتگاه من بعده دائمی خود و اهل خانوادهش قرار دادنش، مجبور می شود که پسری کلانش سید مراد خواجه را، یعنی پدری صدرالدین عینی را، از خواندن در مدرسه بخارا برگرداند و تمام حولی، روی دریچه حولی و خواجگی اولادی و اجدادی خود را که در دهه ساکتری بود به اختیار او سپارد و محله بالا را استقامتگاه دائمی خود انتخاب کند. از این دلیل های در فوق آورده عینی باز معلوم می گردد که سید مراد خواجه قسمی از سالهای طفولیت، شباب و بلوغش را با پدرش سید عمر خواجه در دهه محله بالا گذرانیده بوده است. او در آنجا چی به کارهای دهقانی و چی بافندگی و هنرمندی پدرش مدد می رسانیده است و از او چرخ آسیا تراشی
و بافندگی را می آموخته است و با همین معیشت عائلوی را بهتر می گردانیده است. سید مراد خواجه به علم و دانش مهری خاصه‌ای داشته است و این محبتش را به علم و فرهنگ و صنعت و هنر هیچگاه از خاطر نمی برآورده است. بنابراین او چندی از دهقان بچگان را از جمله تقای کلانش ملا دهقان را به طور اختیاری خط و سوادناک کرده به بخارا برده به مدرسه مانده بوده است. صدرالدین عینی کلیات جلدی 1 صفحه 9. به همین طریق در یکی از سالهای نیمه دوم عصر 19 پسری کلان سید عمر خواجه سید مراد خواجه تحصیل را در مدرسه بخارا قطع نموده به دیه برمی گردد و اساساً به مهنت در زمین و در حوری پدری و بابایی خود در دیه ساکتری و گاها در دیه محله بالا مشغول می شود. خود سید عمر خواجه باشد بعد از برگشتن پسرش سید مراد خواجه اهل خانواده اش را از ساکتری به تمام به دیه محله بالا می آورد و مهر زمین و حولیش را به نام سید مراد خواجه مقرر می کند. در نوبت خود سید عمر خواجه بعد از این در فکر خانه‌دار کردن پسرش سید مراد خواجه می شود. او سید مراد خواجه را به فرزند سیوم همراه خان زیورای خانه‌دار کرده یک توی کم خرج تشکیل می نماید و برای مهر روی دریچه را که در ساکتری داشته است به آنها مقرر می نماید. بعدها خودی سید مراد خواجه آن روزها را به خاطر آورده آنها را به پسرش صدرالدین این طور نقل کرده بود: من برای خواندن عشق و هوس بسیار داشتم، بنابراین نمی خواستم که خانه‌دار شده از خواندن باز مانم. اما دیدم که پدر و مادرم پیر شده اند و بعد از این بیاری من زندگیشان دشوار است، ناچار این کار را قبول کردم. تابستان با مادرم در ساکتری ایستاده دهقانی کرده سردرختی ها را میخون داشتم و در زمستان در دیهه محله بالا با پدر زندگانی کرده چرخ آسیا تراشی و بافندگی می نمودم. زیست و زندگانی سید مراد خواجه. از روی حساب شجروی خالد عینی سید مراد خواجه در سال 1832 تولد یافته است. ژیزن صدرالدین عینی صفحه 12. بعد از ازدواج سید مراد خواجه با زیورای در عائله آنها 4 پسر تولد می یابد که پسری کلانشان سید محی الدین خواجه در سال 1870 و پسری دومشان صدرالدین خواجه عینی در سال 1875 به عالم آمدند. از اینجا تخمین کردن ممکن است که پدری آنها سید مراد خواجه تخمیناً در سالهای 1865 1868 به زیورای خانه‌دار شده است. سید مراد خواجه و زیورای تمام عمری بعد خانه‌داری خود را در همین 2 دیهه ساکتری و محله بالا گذرانیدند و محی الدین خواجه و صدرالدین عینی دوره‌های طفولیت و شباب خود را نیز با پدر و مادرانشان در همین 2 دیهه گذرانیدند. در بین ساکتری و محله بالا 16 کیلومتر راه باشد هم نسبت هر دوی اینها به شهر بخارا برابر و 40 کیلومتر دورتر از آن بودند. فرق در این جا بود که
ساکتری در شمال شرقتری شهر و محله بالا در شمال شهر واقع شده بود. نوشته است عینی در یادداشت‌های خود درباره موقع جغرافی این دو دیهه. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 12. از این دو دیهه، از این دو استقامتگاه سید مراد خواجه، برای صدرالدین عینی زیباترین و مشهورترینش محل تولدگاهش ساکتری به شمار می رفت. این دیهه همچون مرکزی فرقه خواجگان و نمایندگان جریان تصوفی طریقت کبرویه حساب می یافت. یک قسم خواجگان این دیهه طبیب بودند، قسمشان دیوبندی می کردند، طبابت و شفای بیماری های روحی و حتی کسری های عرقی، ورجه، زخم، خاریش و مانند آنها را به جا می آوردند. ساکتری از روی موقع جغرافی و طبیعی و مقام و منزلت خود در گرد و اطراف همچون دیهه و ملک خیلی آباد و زیبای تومن خجدوان حساب می یافت. آن اینچنین همچون دیهه دانشمندان و متفکران در تومن خجدوان مشهور گردیده بود. عینی بعدها در بسیار اثرهای خود زادگاهش دیهه ساکتری را با مهر و محبت کلان به خاطر آورده درباره چگونگی این دیهه و اهالی مقیمی آن صمیمانه سخن رانده است. چنانچه او در یادداشت‌ها چی درباره ثروت و بایگری و چی زیبایی دیهه ساکتری با صمیمیتی چخور این طور نوشته بود: این دیهه از تابعات ریان خجدوان بوده، 1 فرسخ 8 کیلومتر دورتر از مرکز ریان و در طرف شرقی آن در کنار دریای زرافشان واقع است. از بس که این دیهه در نزدیکی دریای زرافشان واقع شده است و از بین دیهه هم به نام مزرنگان یک جوی کلان می گذرد، سیراب و آباد بوده، بیشترین حولی هایش روی دریچه دار، چارباغناک و پرمیوه است. زمین های این دیهه حاصل خیز بوده، در آنها کشت های گوناگون می رسیدند و از شاری گرفته تا سبزوات که کشت های سیر آبی طلب می باشند در این دیهه کشته می شدند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 9. عینی در دیهه ساکتری تولد شدن خود را در مختصری ترجمه حال خودم، یادداشت‌ها و دیگر اثرها، در بعضی مقاله و نطق‌ها، صحبت و ملاقات‌ها و آچرک‌هایش بارها یادآور می‌شود. او مخصوصاً در آچرک کلخازی کمونیسم سال 1934 در این باره صمیمانه چنین تأکید می‌کند: این قشلاق که به قشلاق شورای بلدی ریان خجدوان تابع است، برای من خیلی شناس است، چون که من در این قشلاق زاییده شده ایام خردسالی خود را در اینجا گذرانیدم. صدرالدین عینی کلیات جلد 5 صفحه 95. آیندگان یکمین بار از روی همین گونه معلومات خود عینی درباره کسب و هنر و شغل و مهنت اهالی دیهه ساکتری اندکی هم باشد تصور پیدا می کنند. او در همین آچرک نخستین بار به آیندگان درباره ارق و قوم و خلقها، عائله و طبقه ها، گروه و طبقه ها، کسب و هنرها و مناسبت‌های اهالی ساکتری چنین معلوماتی صحیح و مفید می‌دهد. باشندگان این دیهه از جهت ارق به نام تاجیکان، عربان، ارگنجیان و خواجگان اساساً به 4 جماعت تقسیم یافته. خواجگان به نام میرکانی ها، سید عطایی ها، خجدوانی ها و ساکتریگی ها 4 قبیله را تشکیل می دادند.
صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صحیفه 9. چنان که از این تصنیفاتی باشندگان دهه ساکتری روشن می گردد، در زمان تولد عینی و سالهای من بعده، اهالی ساکتری اساساً مردم قدیم این محل تاجیکان بوده اند و اکثری مطلقشان را قبیله خواجگان تشکیل می کرد. از اینجاست که عینی در جمله های بالا از جهت ایرق در جای اول تاجیکان را گذاشته است که جماعه و قسمی زیادی اساسی آن تاجیکان را خواجگان تشکیل می کردند. طبقه و قبیله های خواجگان باشد از 4 جماعه، از میرکانی ها، سید عطایی ها، غژدوانی ها و ساکتریگی ها عبارت بودند که از بین آنها خواجگانی ساکتریگی، خواجگانی اصیلترین، معلومترین و معلومات دارترین، مشهورترین و قدیمترین مردم این دهه به شمار می رفتند. عینی تمام جماعه و گروه خواجگان دهه ساکتری را به 4 طبقه یا به 4 جماعه جدا نموده باشد همان نوعی که در بالا اشاره شد، از بین آن 4 جماعه خواجگان ساکتریگی یکی از قدیمترین آنها حساب می یافتند و مقیم نشینی آنها در این موضع در ساکتری با آخر عصر 11 و آغاز عصر 12 و عجب نی از آن عصرها هم پیشتر علاقمند باشد. و قطار یکی از کهنه‌ترین نمایندگان طریقت خواجگان ساکتری، ابنا و اجداد و اولاد صدرالدین عینی داخل می شوند که بعضی از این یا آن اربابی این نسل در چندین ساحه های حیاتی مادی و معنوی خلق تاجیک سهم خاص خود را گذاشتند. تمام ابنا و اجداد و اولاد صدرالدین عینی از همین خواجگان قدیمترین ساکتریگی بودند و همه اشان خود را تاجیک زبان می شماریدند. در دوره زیست و زندگانی عینی اندکی در ساکتری ازبیکان هم بودند. آنها پیشتر بادیه نشین بوده، از زمان حکمرانی امیر شاه مراد با امر او بیش از پیش به مقیم نشینی آغاز نموده، قشلاق نشینی را از کلمه ازبکی قشلش جای زمستان گذرانی در فصل زمستان مقیم نشین گردیدن رواج دادند. انا همین قسم خردی اهالی دهه را ازبکان تشکیل می دادند. بنابر همین عینی از خردسالی تدریجاً زبان ازبکی را در دهه از خود نموده بود. عینی هم تصنیف و تقسیم، هم شغل و کار، هم کسب و هنر و هم زبان و ملت تمام اهالی ساکتری را این طور به قلم داده است. اهالی اصلی قدیمی این دهه تاجیکان و خواجگان ساکتریگی بوده، ارگنجیان از ارگنج، میرکیان از مشهد، غژدوانیان از غژدوان، سید عطایی ها از سید عطانام دهه ریان شافرکام مهاجر شده آمدگی بوده. عرب ها از باقی ماندگان مهاجران عرب به شمار می رفتند. عرب ها خواجگانی اند از دوره ابن قتیبه. زبان اهالی این دهه اساساً تاجیکی بوده. از خواجگان سید عطایی ها ازبیکی گپ می زدند و برخلاف عادت عربان دیگر، عربان اینجا هم با زبان ازبیکی گفت و گذار می نمودند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صحیفه 10. با توسط بیانات چندین کرته عینی باز یک دلیل دیگر از حیات مردمی ساکتری معلوم می گردد.
در دوره‌های طفولیت، شباب، بلوغ، رشد و کمالاتی او در دهه ساکتری 300 خانواده موجود بوده است و اکثری مطلق اهل آن خانواده ها تاجیکان و تاجیک زبانان بودند. علاوه بر این از روی مشاهده و تأکید و تصدیق عینی روشن می گردد که در سالهای تا انقلابی به همه اهالی دهه ساکتری تخمیناً 600 تناب یا اینکه 150 گیکتر زمین کارم می رسیده است که این مقدار زمین به سری هر خانواده 5 نفره این دهه همگی نیم گیکتر زمین کارم را تشکیل می داده است و خلاص. ولی زمین های کارم در بین خانوارهای دهه ساکتری خیلی متفرق و حتی بی انصافانه و بی عدالتانه تقسیم کرده شده بوده است. عینی حقیقت این فکر را از روی مشاهده هایش با جمله های زیرین این طور تصدیق می نماید. در این قشلاق تخمیناً 600 تناب یعنی 150 گیکتر زمین کارم بوده، اهالیش هم تخمیناً 300 خانوار بود. اگر همه زمین کارم این قشلاق به اهالی خودش برابر تقسیم می یافت، به هر سری خانه نیم گیکتر زمین می رسید. اگر در هر خانه به حساب میانه 5 نفر آدم باشد، باید نیم گیکتر زمین 5 نفر را سیر می کرد. و حال آنکه تقسیمات زمین با این گونه برابری نبود، بلکه تخمیناً 50 گیکتر زمین کارم این قشلاق را خانواده قاضی زادگان که همگی زن و مرد 4 نفر بودند به دست در آورده، 25 گیکترش را هم خانواده متولیان که آنها هم از 4 نفر بیش نبودند از آن خود کرده بودند. دیگر زمینداران این قشلاق از نیم گیکتر تا 2.5 گیکتر زمین داشتند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 96. یکی از کمزمینان این قشلاق پدر عینی سید مراد خواجه بود که 4 تناب یا اینکه نیم گیکتر زمین کارم داشت. این 4 تناب زمین برای 6 نفر اعضای عائله او کمی میکرد. به سبب آنکه آن نیم گیکتر زمین اهل و عیال سید مراد خواجه را با خوراکه و پوشاکه پره تأمین کرده نمیتوانست، او علاوه به دهقانی، بافندگی و سنگ آسیا تراشی را کسب دیگری خود انتخاب کرده بود تا که با همین طرز به قدری حال زن و فرزندانش را با خوراکه و پوشاکه تأمین نماید. در جای دیگر عینی درباره کسب اساسی هر یکی از جماعه ها و طبقه های اجتماعی دهه ساکتری اندکی توقف کرده باشد هم روشن تأکید می کند که کسب اساسی اهالی این دهه دهقانی بوده، بیشترینشان کم زمین و بی زمین بودند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 11. از روی شهادت عینی به سبب آنکه بیشترین زمین‌های ملک، زمین‌های خصوصی این دهه در دست 2 خانوار شیعه مذهبی سنی گردیده میرکانی یعنی در دست قاضی بچه‌ها و متولی‌ها بودند، بیشترین تاجیکان زمین‌های املاک یعنی زمین‌های پادشاهی را کشت و کار می‌کردند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 11. قسم دیگری از کم زمین ها و بی زمین های ازبک، عرب و علل خصوص تاجیک دهه ساکتری در زمین ها و خواجگی های قاضی بچه ها، متولی ها و یک قسم دیگری خواجگان دهه چاریکاری می کردند و قسم سومینشان مردکار و خدمتگاری این قبیل ثروتمندان بودند و یا به یگان کسب دیگری تصادفی و دستیاری مشغول می شدند. قسمی از خواجگان، خصوصا خواجگان میرکانی و غجدوانی، به دعاخوانی هم شغل می ورزیدند. یک قسم از ارگنجیان این دهه کسب میده بقالی را پیشه کرده بودند.
در عین زمان موافق تأکید عینی تمام اداره‌های دینی و عدلیوی و روحانی ساکتری در دست متولی‌های تاجیک بودند که آنها از حساب خواجگان سیرزمینی میرکانی تعیین می‌شدند. اینچنین اداره‌های ملکی مأموری را نیز تاجیکان اداره می‌کردند. ارباب و آقسقال بر این مأموران دهه ساکتری هم از بین سیرزمین ترین آنها تعیین می‌شدند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 10. در عین زمان دهه ساکتری در مقایسه با دیگر دهه‌های گرد و اطراف دارای 2 مکتب، مکتبی بچگانه و دخترکانه و 1 مدرسه و بسیار آدمانی با سواد بود. قسمی از شخصانی با معرفت و دانشمند طبیبی می کردند و با طب خلقی هم مشغولی داشتند. از همین جاست که بعدها صدرالدین عینی چگونگی درجه مدنیت ناکی و معرفت ناکی مردم دهه‌اش را این طور توصیف کرده بود: در آن دوری پیش از آن دهه ساکتری، مدنیت ناکتر و سیرخط و سوادناکتر جای نبود. یکی از سببهای مدنیت ناکتر و با خط و سوادناکتر گردیدنی قسمی از آدمان دهه ساکتری هم مدرسه ابتدایی، هم مکتب نزد مسجد دهه و هم مکتب دخترکانه بیبی خلیفه حساب می یافتند. قسمی از پسران و بعضی از دختران دهه ساکتری در دوام تمام سال تحصیل در آن مدرسه و مکتبها تعلیم می گرفتند و بعضی پسر بچگان مدرسه آن را ختم می کردند و در مدرسه های بخارا تعلیمشان را دوام می دادند. خودی صدرالدین عینی در آن مکتب و مدرسه دهه اشان هم تابستان و هم زمستان دوام دادن تحصیل را با جمله های این دهه در پیش مسجد مکتبی داشت که تابستان و زمستان دوام می کرد و این چنین مدرسه چهی هم داشت که در اینجا درس‌های ابتدایی مدرسگی خوانده می‌شد جمع بست کرده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 10. عینی را پدرش سید مراد خواجه در سال 1881 به مکتب نزد مسجد دهه به خواندن می‌سپارد. متاسفانه در آن سالها در آن مکتب کدام یک مکتبداری بی سوادی بچگان را تعلیم می‌داد. گرچند عینی در نزد آن مکتبدار 1 سال خوانده باشد هم خط و سواد نمی برارد. بنابراین سید مراد خواجه پسرش را اولها می خواهد خودش تعلیم دهد. به سبب آنکه دائما به کارهای دهقانی، سنگ آسیا تراشی و بافندگی مشغول بود، خواست که پسرش را به مکتب دخترکانه ساکتری به نزد بیبی خلیفه سپارد. در وقتهایی که من به سن مکتبی رسیدم، می نویسد عینی، دستی پدرم نمی رسید که مرا شخصاً خواناند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 10. شما گفتاری 4 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمپولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.